صادرات میلگرد به عراق. روی کاغذ که نگاه می‌کنی انگار یه معدن طلاست. اختلاف قیمت بین ایران و عراق اونقدر زیاده که آدم فکر میکنه سودای کلان 100% تضمین شده است. اما واقعا به همین سادگیه؟ خب بیایم با هم یکم عمیق‌تر شیم و ببینیم اعداد و ارقام واقعی چی بهمون میگن. سوال اصلی ما دقیقاً همینه. آیا همین که یه اختلاف قیمت بزرگ وجود داره برای سود کردن کافیه یا این فقط یه افسانه جذابه و واقعیت یه چیز دیگه است؟ می‌خوایم تو این بررسی این افسانه رو از واقعیت جدا کنیم و ببینیم یه صادرکننده باهوش اصلاً چجوری باید به این بازار نگاه کنه. بله، این همون عدد وسوسه انگیزه. تقریباً 30 میلیون تومان سود ناخالص برای هر یک تن. خیلی ساده است، قیمت فروش تو عراق رو منهای قیمت خرید تو ایران کردن. اما حواستون باشه، این فقط نقطه شروع داستانه، نه پایانش. خب تو بخش اول میخوایم به همین سود اولیه یا به قول معروف سود روی کاغذ نگاه کنیم. این همون عددیه که خیلی ها رو به سمت این بازار میکشونه. ولی همونطور که جلوتر میبینیم این فقط یه تیکه از یه پازل خیلی بزرگتره. این اسلاید اصل ماجرا رو نشون میده. یه طرف سود روی کاغذه که یه حساب کتاب ساده است. اما طرف دیگه واقعیت رو داریم. سود خالص واقعی که فقط و فقط بعد از کم کردن تمام هزینه‌ها و ریسک‌های پنهان به دست میاد. کل بازی فهمیدن همین تفاوته. این اولین و مهمترین قانون بازی برای هر صادرکننده جدیه. میدونین تمرکز روی سود کلی یه محموله میتونه خیلی گول زننده باشه. اما وقتی شما سود رو برای هر تن حساب میکنین، یه کنترل واقعی روی کسب و کارتون دارین و میتونین تصمیم‌های دقیق بگیرین. خیلی خب، حالا بریم سراغ بخش بعدی و ببینیم اون سود ناخالص جذاب چطوری ذره ذره آب میره و هزینه‌های واقعی ازش کم میکنن. اینجا دیگه حساب کتاب واقعی شروع میشه. اینا 4 تا قاتل اصلی سود شما هستن. فکرشو بکنین، یه افزایش غیرمنتظره تو هزینه حمل، چند روز معطلی ماشین تو مرز یا یه افت ناگهانی قیمت تو بازار عراق. هر کدوم از اینا به راحتی میتونه کل سودتون رو بخوره و حتی شما رو بندازه تو ضرر. قبل از اینکه اصلا ماشین حسابو برداریم، یه قدم باید بریم عقب. یه صادرکننده باهوش اول بازار هدفش رو میشناسه. عراق یه بازار یه دست و یک پارچه نیست و هر قسمتش نیازهای خودشو داره. ببینید چقدر فرق داره؟ تو بغداد و جنوب همه چیز حول پروژه‌های بزرگ و تحویل سریع میچرخه. تأخیر یعنی از دست دادن پول. اما تو کردستان اعتبار برند، کیفیت بسته‌بندی و شبکه پخش محلی نقش خیلی مهمتری بازی میکنه. شما نمیتونین با یه استراتژی تو هر دو بازار موفق بشین. اینا جزئیات اینه که یه معامله رو میسازه یا کلاً خرابش میکنه. بازار عراق به شدت به این موارد حساسه. اگه میلگرد شما این مشخصات رو نداشته باشه، حتی اگه قیمتتون پایین باشه، برای فروشش به مشکل میخورین. بسیار خوب، حالا وقتشه که بریم تو دل محاسبات. بیایم با هم قدم به قدم همه هزینه‌ها رو حساب کنیم تا برسیم به اون سود خالص واقعی. بیاین یه بار دیگه به این عدد نگاه کنیم، اما این دفعه با یه دید کاملا متفاوت. این عدد رو دیگه به عنوان سود نبینین. فکر کنین این کل بودجه‌تونه. این تمام پولی هست که شما دارین تا همه هزینه‌ها از کارخونه تا دست مشتری رو پوشش بدین. و البته یه چیزی هم تهش برای خودتون به عنوان سود بمونه. اگه هزینه‌ها از این عدد بزنه بالاتر، یعنی شما دارین ضرر می‌کنین. حالا بیاین این بودجه رو با هم خرد کنیم. این اسلاید هزینه‌های واقعی رو نشون میده. ببینید ما فقط از 2 تا هزینه کرایه داخل ایران و عراق حرف نمیزنیم. به هزینه‌های مثل هزینه سرمایه دقت کنین. این هزینه خواب پولیه که تو این معامله گیر کرده و میتونست جای دیگه‌ای براتون سود بسازه. یا هزینه‌های پیش بینی نشده مرزی. همین جزئیات کوچیک وقتی جمع میشن تصویر کلی رو کاملا عوض میکنن. و وقتی همه این هزینه‌های ریز و درشت رو میریزیم رو هم، میرسیم به این عدد. بیشتر از 15 میلیون تومان هزینه برای هر تن. این اولین شوک واقعیه به اون سود رویایی اولیه. یعنی بیشتر از نصف اون اختلاف قیمت اولیه دود میشه میره هوا. و این عدد نهاییه. بعد از کم کردن تمام هزینه‌ها، سود خالص واقعی شما برای هر تن میرسه به حدود 14.5 میلیون تومان. بله، هنوز سود خوبیه، اما فاصلش با اون رویای تقریباً 30 میلیون تومانی از زمین تا آسمونه. این عددیه که باید اساس تصمیم گیری شما باشه. البته رسیدن به همین سودم الکی نیستا. این سود نتیجه مستقیم انتخاب‌های استراتژیک شماست. بیایم بریم بخش بعدی ببینیم این انتخاب‌ها چطوری روی سود نهاییتون تأثیر میذارن.
شما 2 تا انتخاب اصلی دارین. میتونین بار رو دم مرز تحویل بدین که هم ریسکش کمتره هم هزینش و یه سود پایدارتر بهتون میده. یا میتونین ریسک کنین و بار رو داخل شهر مقصد تحویل بدین که خب هزینه و ریسک بیشتری داره، اما اگه قیمت خوبی بگیرین پتانسیل سود بالاتری هم داره. یه جورایی انتخاب بین ریسک و پاداشه. یه انتخاب حیاتی دیگه. پرداخت نقدی همیشه امن‌ترین و شفاف‌ترین گزینه است. اما فروش اعتباری با اینکه ممکنه مشتریای بیشتری براتون بیاره، ریسک خیلی بالایی داره و هزینه‌های مالی پنهانی بهتون تحمیل میکنه که سودتون رو نابود میکنه. اینم قانون طلایی دوم. اگه به مشتری نسیه میدین و هزینه خواب پولتون رو تو محاسبات سودتون نمیارین، راستش دارین خودتون رو گول میزنین. اون سودی که روی کاغذ میبینین واقعی نیست. خب با همه این حرفا یه صادرکننده باهوش بالاخره باید چیکار کنه؟ بیاین نکات کلیدی رو یه جمع‌بندی بکنیم. این چک لیست نهایی شماست. اگه میتونین به هر 4 تا مورد تیک مثبت بزنین، یعنی یه معامله بالقوه سودآور تو دستتونه. اما اگه حتی یکیشون بلنگه، کل عملیات شما رو به خطر میندازه. و اینم بهترین توصیه عملی. همه چیز رو روی کاغذ حساب کنین، بدترین سناریوها رو هم در نظر بگیرین و بعد با یه محموله آزمایشی شروع کنین. اگه اون یه محموله حتی با وجود مشکلات پیش بینی نشده باز هم سود داشت، اون وقتی که شما یه مدل کسب و کار واقعی دارین که ارزش بزرگتر کردن رو داره. و در نهایت این سوال میمونه برای شما. حالا که تفاوت بین سود رویایی روی کاغذ و سود واقعی رو میدونین و با هزینه‌ها و ریسک‌ها آشنا شدین، به نظرتون ورود به بازار صادرات میلگرد به عراق ارزشش رو داره؟ جواب این سوال کاملاً به استراتژی، تحمل ریسک و توانایی‌های مدیریتی خود شما بستگی داره.